3 گروه هستند که هیچ وقت پولدار نمیشن و موفقیت‌های مالی کلان رو تجربه نمی‌کنند. گروه اول، تنبل‌هان. اونایی که مدام کاراشونو به تأخیر میندازن، اونایی که اقدام گرایی ندارن، مدام میگن حسش نیست و حالشو ندارن و یا تو فضای مجازی هستن یا دارن رفیق بازی میکنن یا دراز کشیدن و خوابیدن. گروه دوم، ترسوها هستن. اونایی که اهل ریسک کردن نیستن، جرأت انجام ندارن، همش نگران این هستن که نکنه شکست بخورم، نکنه موفق نشم، دنبال یه کارایی میگردن با تضمین و امنیت کامل که هیچ گونه ضرر توش نباشه. و گروه سوم، منفی‌ها هستن. منفی اونایی هستن که مدام آه و ناله میکنن و نسبت به آینده تصورات نگران کننده منفی دارن. من میدونم موفق نمیشم، ایران نمیشه موفق شد، اصلاً شرایط خوب نیست، من میدونم آخرشم به جایی نمیرسم، برای موفقیت باید شانس داشت. این آدمهای منفی هم موفقیت بزرگو تجربه نمیکنن. پس یادت باشه تنبلها، ترسوها، منفیها پولدار نمیشن. اگر با این پست موافقی کامنت کن درسته.